سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این مینی ولاگ قراره در چند روز عادی زندگی من با من همراه باشید. اینم از کافی بعد کار من. حالا اینجا براتون می‌نویسم که چجوری درستش کردم که شما هم بتونید اوردر بدید. این لیوانا هم تازه آورده است. Master here. No more. Cheers. Yeah, here we go. All right. امروز رو با یه صبحونه استارباکسی شروع میکنیم. این everything بیگله با کریم چیز و باتر. اینم آیس بلک تیه با سوی میلک. نصفش بلک تیه، نصفش سوی میلک. وقتی که در تلاشم که کافی نخورم دیگه، به جاش اینو گرفتم. اینجا یه بیکریه خیلی شیرینه. Hi, welcome in. Hey, how are you? Good, how are you? Good. این بیکری خیلی بامزه‌ای که می‌بینید اینجوریه که این تابلوها رو با این آدمک‌های کوچولو کوچولو درست کردن و کلی خلاقیت به خرج دادن که به نظرم خیلی بامزه است. و اون سمتش هم میز و صندلی داره برای برانچ یا حتی میتونی قرار کاری تو اینجا داشته باشی، چون کلی تنوع شیرینیجات داره، یا میتونی دیت داشته باشی، کافه سفارش بدی، اینجور چیزا. و اینجا هم یه سری لیوانایی که با طرح جغده که دیزاین و طراحی خودشونه. یه سری جغده پلین هم اون بالا بود که میتونی بخری و نقاشی کنی روش با گواش یا آبرنگی چیزی. این قسمت هم همه اون شیرینیاشه، انواع کروسانتا، شیرینی‌های خوش، کیک‌های مختلف و شکلاتی، و هر کس با هر سلیقه‌ای میتونه هر چیزی که دوست داره رو برداره، انتخاب کنه و لذت ببره. مثلا برای کسایی که خارج از ایران هستن، البته هرچند فروشگاه ایرانی به اندازه کافی فکر میکنم باشه هر جا که زندگی میکنید که کلی تنوع داره، ولی اینجا هم به عنوان فروشگاه خارجی کلی تنوع دیگه داره، شیرینی‌های مختلف داره برای جشن‌ها و جایی که میخوایم مهمونی برین. و اون طرف هم یه سبد داره که میتونین خودتون به انتخاب خودتون بدون که کسی بالا سرتون باشه هر آیتمی که دوست دارین رو انتخاب کنین و بعد ببرین دم صندوق حساب بکنید. این گروسری هم که اومدم تام تامه که یکی از جاهایی که تو تایم ولنتاین یا هر تایم دیگه، حتی اگه مادرز دی باشه یا روز دختر باشه، هر مراسمی که باشه واقعا بهترینشو میذاره. انقدر تنوع مختلف داره، انقدر بادکنک‌های خوشگل و رنگی داره، برای همین گفتم براتون بذارم. دلم نیومد باهاتون شرش نکنم چون که خیلی دیزاینش واقعا همه چشات قلبی میشه. برای همین گفتم که بذارم شما هم لذت ببرید. واقعا بهترین دیزاین و پر بادکنک. و بالاخره روز یکشنبه‌ای که هوا مقداری خوب شد تا بتونیم بیایم پیاده روی کنیم، چیزی که واقعا توی زمستون و پاییز و موقعی که هوا مناسب نیست میسش میکنم. برای همین توی این تایما یه روز در میون ممکن مثلا هفته 2 بار یا 3 بار هوا خوب بشه. اون موقع است که حتی اگه حوصله نداشته باشم بلافاصله کتونی‌ها میپوشم میرم پیاده روی. آره. حتی بخوام عینکم دارم بهتر ببینم. اینم از پایان ولاگمون. امیدوارم که کلی لذت برده باشین. مرسی که ویدیو من تماشا میکنین. کلی ویدیوهای قشنگ و مراسم مختلفم براتون دارم که براتون میذارم و جای مختلفم برم بازم براتون ویدیو میگیرم. و لایک و کامنت و سابسکرایب هم لطفا فراموش نکنی.